وقتی که تو نمیدونی که اون ژلاتین ای خوبه چه بعد هم دیگه یه 441 اومد حرامش میکنی شیشه یزیدی کم همه مثلا ویدیوش میگه دوامش چیه؟ و شاید تا امروز استعمال میکردید اما نمیدانستید پس آگاه باشید که این محصولات یا شکلات در ترکیبش روغن خوک و ژلاتین ماده شفاف و چسبکی که عادتاً از استخوان و پوست حیوان تیار می شود دارد با دیگران نیز رسانید تا اینکه خبردار شوند از خوردن لقمه حرام دست کشند. خب همین نوشتگی هست در یگان جای همین چوکوپایی که سوینی ندارد. نه سراحت هم نوشتگی نیست. حتما می نویسن را اگر باشه حتی دارووری ایکو دارووری اگر همین خوب داشت بعضی چیزی هست که پد و مواد فقط ای خوب تیار می شود. اگر این مثلا پانکریاتین یا این مثلا میزین فورته بگیره پشکش در نوشتگی هست برای آدمایی که مقصد چی دارن میگه حساسیت دارن با سوینی نه نیرکامندو ایتسانی رازریشه ایتسا او برای سوینی نداره که همون هم سوینی نره همون پاجلو داشتی جلزش گرفتگی یعنی گوشت خوب چیزش نه یه چی خیلی نمی نویسن اگر داشته باشه ایکو فابریکوس هم مدور هم موجود هست این مگزین خود مدانست هم موجود پره فابریکوس که بده است این گفای هوایی یا که به حجت گپ میزنن متاسفانه رنگ اینه بعضی‌ها میگن دروش نخره که حرامه درست نیست با میپرسم دروش چی داره این همی اصلا همی مثلا همی فرض کردیم که همی چیزا چقدر تقسیم بندی میشوند اینا یه فرض کردیم یه 100 تا یه 199 چیه یه 200 تا یه 299 چیه همین نمیفهمانی بخدای چی داره فرض کردیم که کراسی تلش کدمای یا که اینا مثلا انا زگوستی تلش کدمای امولگا تلش کدمای تماما تصور اخی هیچ چیزی نمیفهمی نمیدونی نوشگری چه میگی که حرامه باید چیزی حلال ارتش کنم چقدر حرام میگوی وقتی تو دلیل نداری حجت نداری هوایی همین خدا رحمت خدا نگهبانش باشه مفتی تقی عثمانی را اون همون بحث فی مسائل فقهیت المعاصره در اومدگی ای واشنگتن سوارش میکنن مثلا این همی ژلاتین ده ژلاتینی خوگی حتی در امریکا ژلاتینی خوگی بسیار بوده است میگه اینا باید عالما و محققا اول تعیین کنن که اون ژلاتین آیا ایواز میشه یا که به همون شکل اولش باقی بمونه اگر ایواز شود در نتیجه اینمی چیزای شیمیایی مقصد اینمی پروسس‌های شیمیایی اگر با چیز دیگه مبادل شود استفادهش رخصت است مثل خری که در کون نمک میغلطه خر در کون نمک غلطید مرد همون مثل نمک محکمش کرده است یا آدم میره نمک میکنه میاره در ترکیبش همون گوشت خره اون دیگه نمک شدگیه اون دیگه خر حساب نمیخوره خوردنش حلال درسته انا میگم باید که همون علمایی که به همین کار سر و کار دارن که اینا بوتانیک میگن و چی میگن مقصد که باکتریولوژ میگن همون معاین کنن که همین ژلاتین با چیز دیگه مبادل میشه یا نمیشه اگر با چیز دیگه مبادل شود درسته میگه اگر نشه و اصلش باقی مونه در صورت درست نیست حرامه ژلاتینی که همون مثال همون سیخ شاشلیک میپزن نیکی اگر جوانایی که لباس سرخ پوشیدن اینجا بعضی‌ها را میبینم ان شاء الله باکی نداره اینا طعنه نزنی من از یک چی حیران میشم همون جوانایی که دعوا و جنجال میکنن لباس سرخ زرد نپوشه همه لباسای سفید سیاهی را که همه قدر تنگ و کوتاه هستن که نیمی بدن مرد میتوه نمیدیده باشن همه شیمای جنسی کبوتی را که لااقل همون خمگشتکا را پر نمیکنن حتی همون شروع مقعد ظاهر از دیار است نمیدیده باشن واقعا خدا چشماتون را کور کنه که از این ای بچه ها را نهی کنه افسوس و صد افسوس امروز مردم به حد احمق شدیان به حد جاهل شدیان لباس های دربر میکنن که آخه این به مسلمان زیبنده نیست این مردم کجا میره بعد میگه که آخه برای چی تری مایکای تنگ میپوشی میگه همه مایکو هم خیلی از خیلی کنم آخه جوانمر بو خیلی که از کرتا پوش شرطه که تا مایکای نو پگادی را پوشی ایزو نمیکشی از برای خدا مایکا میپوشه در پیشش اسسر نوشتگی تم عاشق اسسری اسسر را میدیدی به حال زورا
دیگه این روز ارزوش نمیکردی. شما شکرانه خدا و نعمت خدا را کنه که به ایتری زمانی سیر پر رسونده است و آرام و آسوده. در دوره اسسر دیگه در مسجد اومده و امر معروف کرده میشید. در دوره اسسر آرام و آسوده خوب میکردی. میکشیدن میبردن در انمی گرمی روز مرده تا بگه تانی میشه و چابک میکردی. میموندن در خدی کوچه بگردی. از برای خدا دولچه گبانا یا بچه مو هم داریم یا بچه دارم. یه روز یک مایکای سیاه در تنش اومده است دولچه گبانا. یه ترمر دولچه گبانا میدونی چی معنا داره؟ میگه موده های ای کی گرفتیش؟ ایا رفیق من اون چیزا نمیخره تو. گومشه تیز بر بتش گفتم رود در خاک رفیق تا بگو که دولچه گبانا دم بخانه سن د گلوبوی مدلیر دولچه گبانا را نکاح کرده گرفته است. هر مرد در نکاح در یا نکاح زندگی میکنن. شما تقلیدی به همون د گلوبوی میکنه. از برای خدا امروز بود ماده شده است کرته ها و مایکه ها یک چیز نوشته شدگی باشه در اون. سبحان الله. هم دوره سویتی در انیورسیتت میخوندیم. بعد یک معلم و قصه کرد گفت یک جوان از خارجه بروک جنس خرید است. در زمانهای شوروی شیم جنس دسترس کردن بسیار مشکل بود. در قفاش چیزی نوشتگی. بعد میگیرن وقتی که یک انگلیسی دون ترجمهش میکنه در مسکو نوشتگی بدست در اونجا که یک گی نیکمونی اتکجو در پشتی بروک جنس. سبحان الله. مردک به هزار آبرو و عزت همون را پوشیده گشت است که با لباس جنس. شما اقلا میفهمی که در همون لباسات تو چی نوشتگی هست. از برای خدا رکلامای امریکا کنه، رکلامای اسسر کنه، رکلامای دولت‌های نمیدونم کفر دولت‌های با اسلام بیگانه را کنه. بعدی با دعوا میکنه که ما مسلمان هستیم. این چی حالای ای مردم؟ امروز اکثری کلی مدلیرو همون قسمت مخنثا هستن، همون گلوبویا هستن. به همون خودشون موافق کردستیان مردم ها. نمیبینی همین خشتکای ایزار تا چند میده شدستیان و میده شدستیان اهمیت نمیته. سال گذشته در امریکا بودیم، در شهر نیویورک مترو را که گفتیم مترو را نشان ممته که هم متروی نیویورک خیلی باشه. در اومدیم مترو. بعد در هم متروش هم پویزد سوار شدیم. جوانا خاصتا همی زنگی بچه ها با فروشی گزیت ژورنال مشغول بودن. میگردن وگان با وگان گزیت ژورنال بفروشن. یک تاش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما. از برای خدا این منبر پیغمبر است، دروغ نمیگم. چند شاهد دارم. شیم پوشیده است، شیمش تسمه داره، اما هم تسمه شیم از مقعد پایان ای باور میکنه این ای جای بندی پودای شیم این همی جدای قفا همه توه ترسی که ای هم ترسی پوشیده است از پایان همه توه. او چی لازم است اون تری شیمه که نپوشیش دمیان نیست واللهی این همی بندی پودای. حاجی میرزا در پهلوم ایستاده است. گفتم دامرو دیدی؟ گفت ای چی در داشته باشید برای چی ایزارش بالا نمیکنم؟ آقا گفتم خشتکش همون قایق جا بالاش کدم. ولی یا چی خوف داره؟ خوف اون است که همین مادره اخیر در مردم مسلمانی با تلقین کنن به تاجیکستان بروه. راستی که الحمدلله حالی در تاجیکستان ندیدم، لیکن قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم. عیناً همون مادره دیدم. حالی یه روز به شما را میآید. ای مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه ای. شما هیچ عقل فراست داره؟ آخه اون مردم همون مخنثی را از روی ادب گمان میکنن، مدنیت میدونن، کلتور چه شما با هم تقلید میکنی. از برای خدا اگر مادام که شیم کستونی خوب نمیوه خشتکش شد، امروز الحمدلله چهورای هستن در همین تاجیکستان که هر نموده که سفارش کنی میدوزن، از دولچه گبانا خوبتر میدوزن. با همون پولی که تو همون لباس حرام میخری تو میتونی برای سفارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزن. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه. مسلمان باید بهترین لباس پوشه، مسلمان تازه و آزاده باشه، مسلمان خوشرو باشه. آخه این خوشروگی زینت اسلامه.
خداوند جمیل جمال را دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره، اما از برای خدا این چه حال است؟ این همین مدعایی که 4-5 سال اخیر میآید، این یگان تاش مردی انسان آشکار نمیکنه. یا الله، پیغمبر ابی میگه که مربوع بود، 4 پهلو بود. ما با جای اون که مشق کنیم و با پیغمبر خود تقلید کنیم، لباسای آزاده و سفید کشاد پوشیم، تقلیدی با دالچی گبه نمیکنیم، بایا مایکای تنگ میپوشن. بعضی خود مرده هست اوخه همون بدن قاق تبکی نشون میتی. چی داری تو؟ از برای خدا مسکولاش از پای مرغ در باریکتر همون با در تنش چسبیدگی تو دانو خدا شرم نمیداری شما. نماز میآین، نماز میاد در صف میستر رکوع میکنه مایکه بالا میره، واقعا مایکش نمیقای، شیمش از همین خمگش پایونتر، حتی همون سرشوی مقعده کو جایی که سر میشوه خط، همون خط میتوه از برای خدا. آخی نماز ایتا است که جا قبول میشوه. مرد از نوف تا زانوش عورتای سطرش فرزای، و وقتی که شیمشمو در این ای جای یک وجب از نوف تو پایونای، وقتی که خم میشه این مایکه تو بالا میشوه، از نوف پایون تو همه میتوه که تو مقعتونه. از کجا اون نماز شما قبول می شود؟ قسم به خدا کسی را که از 4 یک حصه عورتش دیار می شود در نماز، نمازش باطله، نمازش قبول نیست، تحریمش باطل می شود. آخه شما اهل مسجدی از برای خدا، آخه من نمیگم تازه و آزاده نپوشه، پوشه، خشرو پوشه، همین شیم کستون چیزی اون داره، کرته های تازه و آزاده کشاد خشرو چیزی اون داره، و پوشه یک جوان مردی ختونه، زیباگی ختونه نشان بتین. یا الله، ایچی تقلیدی کرکرانه است. واقعا در پوشیدن لباس تکبر نیست، افتخار نیست. متاسفانه بعضی مردم ما نمیفهمن، میگن این فخر افتخار میکنه لباسی تازه میپوشن. نه، این فخر افتخار نیست، این اثبات مسلمانی است. این اثبات آن است که خدای تعالی نعمت هم داده است، من شکرگزاری نعمت خدا را میکنم.